خداوند بخشنده و مهربان هموطنای عزیز گلم یلدایتان مبارک. من در رستوران زیبای بهار سراب هستم و امشب یک برنامه ویژه یلدایی است و قسمی که میبینین در تالار پشت سرم هست هموطنای ما دور هم آمدن تا که یک یلدای به یاد ماندنی را تجربه کنن. ما تیم واسطه امروز آمدیم که برای شما از این شب ویژه و خاص یک برنامه خاص یلدایی داشته باشیم هموطنای عزیز. از غذاهایی که پخته میشه و هموطنای عزیز ما که اینجا هستن مصاحبه‌های خاص داشتم همراه از اونها یک جای و یادتان نره که تا آخر برنامه ما را یعنی برنامه شب یلدایی ما را حتما بیننده باشید. تا آخر برنامه با ما همراه باشین و قربان نگاه گرمتان.
که شما عزیزای دل سپاسگزارم. Babi wafo dil maban, bewafo dakshas, jiwana me
بیزار شدم روزه مزار شدم از عشق و از عاشقی بیزار شدم آخی خمارم آخی خمارم جوان سپاس که برنامه را تا این لحظه بیننده بودین. در پلوی یلدا جان شدیم. یلدا جان هم کلاه سرخ پوشیده که دیگه گفته خودش نماد شب یلداست. بله. بازم یلدایتان تبریک باشه. تشکر یلدای شما. بار تبریک. انشالله که ما بتانم در سالهای آینده با صلح و آرامش و امنیتی شوه با همین شور و هیجانی که امسال تجلیل کردم در سالهای بعدی نیز تجلیل بکنم. انشالله یلدا جان. ما بر خود آرزوی موفقیت سلامت باشین. امی چند لحظه پیش ما آمدیم دیدیم که سالگرد یکی از دوستایتان تجلیل کرده بودید. بله فرشته جان، این تو یک یک از دوستا همکارای ما است که دیگه ما می تو یک دفعه خبر شدیم که شب یلدا تولدش است. دیگه ما از فرصت استفاده کردیم بیازو خوش هستیم و یک جای هم هستیم که ما بهانه گیر آمد و تولدش تجلیل کردیم که نمونهش دو سر و موی ما مانده. هیچ کدام گپ نیست. خاطرم جمع باشه. خاطرتان جمع باشه. خاطرم جمع. یلدا جان چطور بود کنسرت امشب و چقدر راضی بودی از این دور همی که بین دوستا داشتی بین هموطنای ما؟ فرشته جان ما راضی 100% راضی بودم از این برنامه، ما از این کنسرت که امشب ما برگزار کردم. یعنی کار آسان نیست. خب با این فکر کردم که مثلا هنوز کنسرت موفقیت این کنسرت هنوز کس نکرده بود، بخصوص در ساحل دشت برچی که خوشبختانه امشب و برنامه و کنسرت ما بسیار خوب و خوش سپری 100% راضی هستم و خوشحال هستم که دوستا با شور و هیجان آمدن و تشریف آوردن. خیلی با تشویق زیاد و انرژی زیاد مرا تشویق کردن. واقعا سپاسگزار همه دوستای هستم که کنارم بودن و تشویقم کردن. واقعا خیلی خوش هستم و خیلی هم راضی. امیدوارم که برای شما و بقیه بیننده ها نیز خوب و خوش گذشته باشه، لذت برده باشه. لذت بردیم. ما بیننده های ما حتما این برنامه را که دیدن تا این لحظه را لذت بردن ان شاء الله. و بسیار زیاد تشکر یلدا جان که وقتت برای ما دادی کمره ما مصاحبه داشته باشیم. خواهش میکنم، قابلتان نداره و یک سلام گرم خاص تقدیم او عزیزایی که ما را از طریق کانال یوتیوب تان نامش نمیفهمم میبینن. باستاب. بله دوستای عزیز، کسایی که ما را از طریق کانال یوتیوب باستاب میبینه جهان سپاس. قربان لطف یکایک شما، قربان حمایت های شما، قربان تشویق های شما. درست است ما در عرصه هنر موسیقی قدر کار نکردم، یعنی الان 8 ماه شده که من موسیقی کار کردم. در 8 ماه دستاوردهای خوبی داشتم، نه یک ما قدر توانایی و قدر قوی هستم. تشویق های دوستا بوده، حمایت های دوستا بوده که ما سر پای استاد شدم و توانستم که شب یلدارم با ایت یک برنامه و ایت کنسرت کلان بگیرم. بسیار خوش هستم. دوستای عزیز شما همچنان خوش باشین. امیدوارم که لذت برده باشین از برنامه ما. بسیار زیاد تشکر. جهان سپاس که تا این لحظه هموطنای نهایت گرامی و عزیز ارجمند بیننده بودین. تا این لحظه که دقایق آخر برنامه های ماست دیگه خلاص میشه. لذت بردیم از اینکه در کنار هموطنای عزیز ما بودیم و اینکه تونستیم حداقل گوشه ای از این تجلیلایی که در کابل میشه شب یلدا را برای شما هم به تصویر بکشیم. یادتون نره که برای حمایت از ما لایک، سابسکرایب و اشتراک گذاری در فضای مجازی را از یاد نبرین. یک یلدای رویایی در پلوی یلدا جان داشتیم امشب ما. بله دوستای عزیز، حمایتتان از ما و دوستان نگیرین. لایک، سابسکرایب بزرگترین حمایت و تشویق است داریم ما و فرشته جان. تشکر یلدا جان، خیلی قربانت. خوش شدم از دیدن. همچنان خوش شدم عزیزم. هموطنان عزیز، این بود برنامه ما الهی که هر شبتان در کنار عزیزایتان مثل شب یلدا بگذره، خوش و خرم و آباد باشین و خدا را شکر که هموطنان عزیزی مثل شما را دارم که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین و من کامنت های مثبتتان که سرشار از انرژی است را میخوانم و واقعا انرژی میگیرم. یادتان نره که من به اندازه دوستتان دارم. این بود برنامه ما. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. وقتتان خوش. یلدا مبارک. یلدایتان مبارک. خداحافظ.